قدريا راديو ريتزش موسكوفي تكن سلاف ودمو بخير قدرين دلال راديو ريتزون تكرن ببين تور انترنت بوي نووني شاني مالبيرا ريتز نقطه كوم ایرو شمی 24 هزیرانیه قدريا دنگو باسن گرینگ ين به هفته بکن سرکریم کردستان مسعود بارزانی بدونری یکتی اروپای بایلوس و کنسول و نونرین ولتن اندام یکتی اروپای را جویا و را گیان تا آوایی وگر جبریا را رفیری دومینینه هروا بارزانیش یکتی اروپای و جواکا ناو دولتی دخواست کرد دجیاتیل موفی یاسایی سروشتی و خدایی یگل کردستانی نکن پیشمی بزدی حزیرانی سرکریم کردستان مسعود بارزانی جبو پشگریا رفیری دوم سرخابون هریم کردستانی پشانده این دیپلماتیکین ولتن اندام یکتی اروپای را جوینک بفرست دوی جوینی دا نونری یکتی اروپای عراق پاتریک سیمونید و شاندک بایلوس و کنسول و نونرین ولتن اندام یکتی اروپای دا کش بایلوسین بلژیکا و پولند العراق و برپرسی اوفیس یکتی اروپای الهولیری و نونرین بایلوس خاناین ایتالیا و اسپانیا العراق و کنسولن آلمانیا فرانسا هولندا و روا نونرین کنسول خاناین بریتانیا و چکیا و رومانیا الهولیری آمده بون نونری یکتی اروپای العراق پاتریک سیمونید جوینات گل برزانی دا بسنی رول و برداری گل کردستان شهر دجی تروری دا و هواندن کوچبران دا و ریس و پیزانین خواجی جبو غیرمادی و قربانیدان هزا پیشمرگه نشان دا هر وا پیام یکتی اروپا بو آلین سیاسی نریم کردستان زلال کرد که آستنگی و زحمتین سیاسی و پیواجه ریفورم و هلبجارتنان ناکوکیان بدن آلی و تهب بکن دجوینی دا نونرین پارتی دموکرات کردستانی یکتی اجتماعی کردستانی یکتی اسلامی کردستانی پارتی کمونیستی کردستانی بزاوا اسلامی کردستانی پارتی زحمتکشانی کردستانی سکرتاری پارتی سوسیالیست دموکراتی کردستانی و نونرین پارتی ترکمنی و مسیحی ین کردستانی آمده ببون مسعود بارزانی در پیوینه که تایبت گل کانال تلویزیون فرانسا 24 یا فرانسیای دا سرگلک بجارین گرینگ ین درباری رفشا باشوری کردستانی و دوری آخویه دوی هر پیوینه دا مسعود بارزانی را گیاندیه ریفرندوم سرخابون کردستانی دی دروژ 25 ایلونا ای سال دا وارل دار خستن دوسی و پرسیار گل و ریبریا دونالد ترامپ دا خواست وکریه که ریفرندوم پشتی بجارتن عراق دادار 2018 دا پاش بخن مسعود بارزانی دوسی دا تکس کریه که بریارا ریفرندوم تا آوایی بگر تعداد نهایه برزانی واد بیجه هن نرین دش درباره به مجاری هنه لیبلش علی که دلوا امتکارن نرین قیاد تایبت در ببرن درباره به ریفرندومی دا باوری من امن کارن 14 سال دن البندی بمینن نممکنه که امزیده تر البندی بن برزانی درباره ریگریگرتن ریفرندوم باشوری کردستانی داجی حشاری دایه و گوتیه هر هبلک از بو ریگرتن و استانگی کرنا انجام دان ریفرندومی دی به صدام کارست کل پیوی یکی مترسیا شرکی خون بار هیه برپرسین هریم کردستانی چندن جارا راگیان دنگاب دخوازن مجارا ریفرندومی بریا دیالوگی لگل حکومت عراقی جارا سر بکن چمکی بوتون آوان برپرسین کردستانی او دخوازن هولیر و بغداد دو جنارین باش ین هفبن مسعود بارزانی حشاری و یکیش دایکو اگر بغداد ازمانی هریم کردستانی دابخه یان ارتش بشینه سر کردستانی دی کردستان جی به دنگ نامینه و هزین پیشمرگه به برسیو نامینه 22 هزیران زانینگه سوران و انستیتوت کردی پاریزی کنفرانس درباره ریفرندوم و سرخابون کردستان پاریزی دست بکرد. کنفرانس دبن نوی کردستان فدرالیسم بر سرخابون هاتل دارخستن و هجمارکش کسایتین سیاسی دیپلماتکار اکادمیسیان و لیکولیروان کرد و بیانی بابت و لیکولین درباره سرخابون کردستانی و ریفرندوم و پیوندین نادولتی تدا بردار کردن. دوی کنفرانس دا هر یک وزیر درباره بری عراق هوشیار زباری دیپلماتکاری نافداری آمریکا پیتر گالبرت لیکولینوانی فرانسی ژیرار سالیان روزنامه‌وانی نافداری آمریکا جوناتان راندوم یک دو سالین شستی ینس سالابوری سردان کردستانی کرد و پرتوکک درباره کردنویسیه کردولوژی هولندی مایکل لیمبرگ کردناس فرانسی جویس بلوی و سروک انستیتوت کردی پاریزی کندال نزان بردار بون سروک انستیتوت کردی پاریزی کندال نزان را گیان انجام دادن ریفرندومی بو پیشروج کرد گرینگ و هیوی کرد که قناخ پشتی ریفرندومی قناخ سرخابونه به سروک انستیتوت کردی پاریزی کندال نزان کردستان 24 را گیاند که اف کنفرانس بو آمده کردن رایگیشتی یا فرانسی بو پشتوانیا ریفرندومیه
یکتی اروپای هلوست خواه درباره رفراندوم باشوری کردستان یا بو سرخابونی دا اشکره کرد و دخواست همو آلین ایراقی کرد که خواه شهولن یک آلی دور بکرن. وزیرین در و ین والاتین اندام یکتی اروپای دشم لوکسمبورگ جویان و پشت جوینی داخلی که باش هات بلاف کرن. دوی داخلی برش دا یکتی اروپای تکزیل سرپشگری خواه بو ایراق که یک گرد یک پرچه و خودی سرویری کرد. هر وقت وزیرین در و ین یکتی اروپای دوی داخلی برش دا سر ایراقی آمشه به یکیجی کرن که دوی آلین ایراقی خواه شهولن یک آلی دور بکرن و مجران بریا دیالوگی و گوتو بیجل سر بنگه جیب جی کرنا تویا دستور ایراقی جار سر بکن. بشه دنیا داخلی دا تی گوتن یکتی اروپای داخل حکومت فدرال یا ایراق حکومت حریم کردستان دکه همان هنگی خواه یا اولیی و سرکفتی اپراسیون رزگار کردن مسئولی دا زیده تر بکن. هر وا دست گوتو بیجان بکن سر همون مجرین سیاسی و عبوری نوابان داشتی دورین که ناکوکیل سر هنه. سرکی حریم کردستان مسعود بارزانی گل نونری سکرتاری گیشتی نتوان یک گرتل عراقی جان کوبیس جویا و پرس رفراندوم حریم کردستانی گوتو بیش کرد. دوی هفدیتنی دا سرکی حریم کردستان مسعود بارزانی و نونری سکرتاری گیشتی نتوان یک گرتل عراقی جان کوبیس چند پرس مجارین دن ین جدا و پیوندی نابرا هولیر و بغداد دا هاتن گوتو بیش کردن. سروکی پارلمانتوی عراقی سلیم جیبوری راگیان که اول دژی پرچبونو عراقیه و بمرج پشتوانیا کشتپرسی حریم کردستانی دکه. سروکی پارلمانتوی عراقی سلیم جیبوری جیبینه که چپامانی دا درباری کشتپرسی حریم کردستانی راگیان که همون پروژین که عراقی دا بهش دکن قبول نکه او گفت از نر دژی تپارزگاهی که مکو بخوازه رفراندوم بکه لی بمرجی که وگره دستور عراقی جیبوری دیار کرد که الگوری دستور عراقی لبجارتنین پارلمانتوی هر 4 سالان جارکتین کرد. حتی نه تا دخوازن آنجی اگرکش بو باشخستن وان نینه. دسته بریو جوان دموکراتی اروپای داویا جوین خود کو 20 حزیرانی لبروکسل پایتخت بلژیکا درخواست پشتوانی خوش رفراندوم سرخوبون کردستانی را نشان داد. د جوین دسته بریو علاوه دموکراتی اروپای دا جبلی کو کمدنگی پشتوانی رفراندوم سرخوبون حریم کردستانی کرد داخلی که داجی راگیاند که جمع فیر ولاتیه که بریو جارنوی سخابد جبروی ام پشتوانی رفراندوم دکن او شیوی او دخوازین گل کرد گینن یکتی جوان اروپای خواست حکومت عراق کرد پشتی که گلی کرد رفراندوم خو انجام داد بنجامین وی بده. عشرین عربیین پارزگاه نیناوی دخواست دکن که دورین واجب که به ناف حریم کردستانی اود پیواجو رفراندوم کردستانی اوجی جی بکرن. بدف که عشرین عربیین نیناوی راگیاند. ایرو سروک حریم کردستانی مسعود بارزانی گل بشکش عشرین عربیین کل دورین نکوکی نشتاجین جوینک پیکانی. هر و اوی دا کفشی سرک عشران خواسته که خو آنین زمان که دخوازن تولی حریم کردستانی ببن اود پیواجو رفراندوم دا که 25 ایلونی وره پیکانین اوجی جی بکرن. بدف که عشرین عربیینی و بانک ستین عرب دکه کد قنا خوی بید خوش بو پارلمانتوی کردستانی نامزد بکن و کدن بالدکشنه سرویه کی قبول نکن که جبلی پیشمرگه تهیزین دن دورین وابجی ببن و رینادن وان کسین کد گل دایشه بون. بریار درخواستن رفراندوم سرخوبون کردستانی الپیخورا گل کارودان و دخینین پشگری آنین. جبو رفراندوم سرخوبون کردستانی پشگری جن سیاست مدارین باکوری کردستانی هات که سرخوبون کردستانی وقت گوه که آزادی جن کردان دیدن. بهشکش کردن که بکی خوشی آمده کاری رفراندوم سرخوبون کردستانی دکرجی جن سیاست مدارین کردین باکوری کردستانی نه. هفسروک پارتی حریم دموکراتیک یا دیاربکری روکن اکچه آمجد که سرخوبون کردستانی شمو پارتی و ایدئولوژیان گرینگتر و مزنتره. سیاست مدارین جن یک کردی نزمان که جن کرد همش بر کردی خو راستی ظلمی آتنه و همجی جبر نیرین شاشین جواکی گلک ایش و آزار کشاندنه. جبر و یکی جامجد کرد که دولت صرف خواه کردستانی دیهری گلکش با جن کرد و تدار به. اندام مجلس پارتی آزادی کردستان زیندین جر گوت و که جن که کرد از گلک بختوارم صرف رازم و ام خود نو مسئله داده بینن. امی بهمو هزا خو بشکریا رفراندومی بکن. جن کردین سیاست مدار دوی باوری دانه که کردستان صرف خودی ری بده که جنین کردین سیاست مدار بکاربن باوی که باش و سرکفتی نستمای خود قاد نونتوایی دا سیاست که چالاک بمشینن.
روزنامه امریکی واشنگتن تایمز راپورت کی دا بس رفراندوم و سرخوبون کردستان دکه او دبیجه پشتوانی سرخوبون کردستان کرن برجواندی آمریکایی دا هر وها بس به یکی دکه که دولت کردی شانس که باشه بو پیدا چون مافین جن مافین که نتب و دموکراسی لجرات داوین کردستان جدایی جنسی اولی و نتویت نه هر کس پیش یاسا و که هبه هر وها روزنامه واشنگتن تایمز حکمت هریم کردستان مفدا همو که مانین اولی که نوندری وانجی بد کابینه حکومت دا هر 11 کرسی وال پارلمانتوی هنه همو که مانین اولی نونری خواهند وزارت کاروبار اولی دا که اف یک شید به سدم که هر یک خدمت برجواندی خوابه که در وی بیجی سدی 25 پارلمانتوی جنه روزنامه درباره ترکیه داجی دبیجه دگوتو بیجند دوی تگاندنا ترکیه باش بکرن که دولت کردستان دی بی آوا کرن جوی وی دولت البرفرابونی نینه بو کردستان ترکیه و دی به اولویه ترکیه یا زیادتر هر وها دوی وی تبینیو گرنگجی ام دستیشان بکن سرکریم کردستانی مسعود بارزانی هریم کردستانی با یک ویرانش عراقی برگرد هدی قناخین وی و گواست بری سکتور کار هریم کردستانی تنبو لینها کردستان خودی آبوریا سرب خواه دراستی داروزگی نفتی پرگرنگن کد کارد جی روسیای دا گاز خزایی همو اروپای دا بین بکه داوی داجی تی گوتن بیویسته پشتوانی سرخوبون کردستانی بکرن و کریارکه راست پشتی باست و گروپ نشی مردان دایشی و کرد ترور دکرن سال 2014 دا رابون بجی هریم کردستان قد کرن تمن دمی داجی کردستان راستی شهر دیجی تروری هات و زیدتری 2 میلیون کچبران هواند کنگره نشتیبانی یا عراقی که پارتی که عراقیه هلوست خو سر رفراندوم و سرخوبون باشور کردستانی اشکره کرد کنگره نشتیبانی یا عراقی که پارتی که عراقیه هلوست خو سر رفراندوم و سرخوبون باشور کردستانی اشکره کرد کنگره نشتیبانی یا عراقی داخلی که دا عراقیاند که سروکی وی پارتی تیام روزن ده 15 می دا سردن باشور کردستانی کریه و سروکی ریم کردستان مسعود بارزانی و برپرس و مزن پارتی سیاسی را هودیدن کریه داخلی داتیه گفتن که موفی گل کردستانی هی بدست خو قدر خو دیار بکه لیا باش اوه کوی مجاری به پارتی و آدین سیاسیین عراقی را هروا بغدای را گوتو بیش بکن و جوان را سبب انجام دادن رفراندوم شروع بکن و وی بجاری وان بدن فهم کردن کنگره نشتیمانی یا عراقی داوید گوتیه که فرمت موفی گل کردستانی بود دیار کردن قدر خو دگرنش بر که اف موفقی نو دولتیه هفتیا بوریل پایتخت ترکیه انقره پانیلا لیگرین سرخوبون یا کردستان السر هولین سرخوبون هریم کردستانی هات درخستن ده پانیلی دا کش آلی فوند لیکورین سیاسی آبوری و جواکی و هات با ارگانیزه کرن برپرسی کارین سیاسی و پیوندین گیشتل اوفیس سرک بارزانی همن هورامی شورمنتی سرکومری ترکیه ایلنور جلیک بایلوس عراق هشام علوی و برپرسی بری نوند نهرین همزه جبوری گوتار پیشکش کردن شورمنتی سرکی هریم کردستانی همین هورامی رفراندوم سرخوبون کردستانی داخلین گرنگ را گیاندن را یاگیشتی هفرامی دیار کرد که پروسه رفراندومی پروسه دموکراتیکه و گل دیل سر پیشروج خو بریار خو بده اراده خو دستیشان بکه مافی جیونی یجی بزن به کرد شد خوازن آلی کاری وان گل عراقی ده پیشروج داجی بدوام به همین هفرامی داخیا کردن که هریم کردستانی همو ریک جرب بانده که عراقی را بمینه و گود لی همو جی بفیده بود البته نه پیوندی که باش دنبال سرک بارزانی و سرک وزیر عراقی در ابادی دایه هر وها همانهنگیه که باش دنبال پیشمرگه و ارتش عراقی دایه ام دخوازن اف پیوندی و همانهنگی بمینه و بدومه الگوری وی رایدری باشوری کردستانی رفراندوم باشوری کردستانی تنی باشوری کردستانی علاقدار دکه و کاری به بشدن یک کردستانی نکتیه هر وها قصد رفراندوم گویتن سینوری نادرتی عراقی جینینه هریم کردستان تیام 26 سال بوری دانشان دایه که بیا هریم که عرب رجلاتا ناوین کنسول بری ترکیه هریم کردستانی ایدن سرجان دبیجه ترکیه لمبر رفراندوم سرخوبون کردستانی بدنگیل بجاتیه اف جی تی وی وتای پشتوانی کرنی هرچی قاس وزارت درباره ترکیه و سرگازی وی ولاتی بینالی یلدریم هر و سرکومری وی ولاتی رجب طیب اردوغان جیتی خبو انجام دادن رفراندوم باشور کردستانی نشان تا بنجیلی راستی تشکیدن دبیجن کنسول بری ترکیه هریم کردستانی سروی مجاریش روزنامه باسرا گوتیه بری سرخوبون بو کردن گلکی زحمت بو لینها رفش و شهر هاتیه گویتن اوی هر وقت گویه ترکیه لبر رفراندومی خوابی دن کریه اف جی تی واتای پشتوانی کرنا رفراندومی جوالی کردن الگوری که آگاداری کتنه دست باسی حکمت ترکی فرمیش میدیای وی ولاتی خواستیه زمانه کی توش لبر رفراندوم کردستانی بکار نینن
وزیر برگری آمریکا جیمز ماتیس راگیاند همو چکین کدانه یپگی شپشتی بدویاتنا شهر دجدایشی دیجوان بستینن. گور دخینی که وزارت برگری ترکیه وزیر برگری آمریکا جیمز ماتیس نامه که دابو وزیر برگری ترکیه فکری اشتق را دیار کریه که تویا چکی کدانه یکیناین پاراستناگل پشتی بدویاتنا شهر دجدایشی دیج یپگی بستینن. گور میدیای ترکیه جیمز ماتیس اماجه بیکیش کریه که افکاریا بیپگی را جنچاریه و دی لیسته چکین آمریکا کدانه یپگی بده ترکیه. هروا جیمز ماتیس داکفشه سدی هشتی شروانین که دو اپراسیون کنترل رقای دا بردارن عربن. یپگی کستونی سرکه هزین سوریه دموکراتیکه جروج 6 هزیرانی دا و پشتوانی پیمانی نادولتی دست اپراسیون کنترل کردن بازار رقای کریه. بو پشتوانی اپراسیون رقای آمریکا چک و علاوه نشکری ده یپگی و حسده. اجبر ویکیجی ترکیه دبیجه بو پاراستنا اولیه سینوری خو اوی برسی و هر گفکی بده. بردف کی سرکوبری ترکیه ابراهیم کالن راگیاند نامه کو وزارت بروانی آمریکا ال سرچکین کدانه یپگی شانتیه ترکیه نبسه. ابراهیم کالن کنفرانس که روزنامه‌نگاری داخلی ول سر نامه کو وزیر بروانی آمریکا جیمز ماتیس شانتیه ترکیه گفت. سردن نامه واشنگتن داش برا گفتن امی با یکی برچب وان اماران بشین وی آوای چکی کدش پیدر ورداین دل دژ ترکیه نین کورانین. ev ji bo kêmkirina pêkhatina gefên dijî Tirkiye ji alî Amerîkayê wê pêşniyare em wî yekî temûm nabînin. Çimkî em ji destpêkê ve rast û durust nabînin ku bi vê şêwayê çek û piştgirî bû YPG û PYD werindayîn. Em Matîs nemayê xwe de diyar kiriye bû pêwendiyên Amerîka û Tirkiye şevkariya têkbirina Daişê wê de tir şirîktiyeke stratejîk e. الباکوری کردستان شهر و پیوچون نابر پککی و ارتش ترکیه سی اندام هزینه نبلکاری و اندام کی پککی جانی خوش دستان. سرفرمانداری ترکیه را گیاد کل نوچه تطوان یا بیتلیست چرچوه اپراسیون دژی پککی دا دو لشکرین وان جانی خوش دستانه. هر وا گند ده کم یا سرف سرتیجی اندام پککی چکان گیریشی هزینه نبلکاری کرده و انجام دا پاسوانه کی گندان جانی خوش دستایه. پشتی بیاری قدغای در کتنا در وات را گیادن و دژی پککی اپراسیون برفره هات دست بکرد. جالی که دن و پاریزگری چولمیر که جی درباره شهر و پیوچونان داخینیک بلاف کرد. گور راگیاندن پاریزگری نوچه چلی اندامه که پککی انجام پیوچونان جانی خوش دست دایه. ارتش ترکیه را گیاند که اپراسیون نوچین باکوری کردستان تایبت ست و ددو روی بردوانن و وان دست دانین سر 25 تن کرستین خورنگین پککی. تیما نه روزن اپراسیون ارتش ترکیه نوچین جدایین کردستان باکور بردوامن. گور داخلی ارتش ترکیه چهارشنبه 21 هزیران سه کفتن مزن کارین دست دانین سر 25 تن کرستین خورنی. دنگ و باسنجیانی. هفته بوریل روزگه اریا حسن یا بروکسل یا پایتخت بلژیکا تقینک چه بو. اشبه تقینی هجمار که زده یا هزین اولی روزگه و جین گیشتی ین بروکسل هاتن بلاف کرن. پلیس بلژیکا را گیانده کل روزگه اریا حسن چند تاک تقیایه. هر وها پلیس را گیاندیه که نها رشت بن کنترل واندایه. در باری بیاری و انجام ویدا هیچ دخینی که زانیین تمام و پشتراسکری تدایه به نهاتیه دان. هفپیمانی نودولتی فروکه که دن یا رژیم سوری آنی خواره که بومبه که بهزن سوری دموکراتیک بارانده بو. هفپیمانی نودولتی دیار کرد که وی فروکه که بی فروکوان یا سوری بومبه که بسر هزین وان یل سر آخ سوری دمین باراندیه لی اف بومبه نتکیه وانجی انجام وی کاری دا اف فروکه آنی نخواره. هزین هفپیمانی نودولتی یا دژی دایش اشکره کرد که اف فروکه بی فروکوان بو و ایرانی هاتیه چی کرن. تیزانین که بری دروژان هفپیمانی نودولتی فروکه سوری باشوری روزهای رقا آنی بون خاره. پنتاگون هر وقت بفرکه سوری دخواست که پشروان هزین سوری دموکراتیک باشوری طبقای بمب باران بکن. کنهاد چرچوه اپراسیون رزگار کردن رقای دال دژی دایش شرط کن. سرخستن افریقای ارتش سوری روسیه جی ناراضی بودن تون نشان دابو راگیان دابو که ایدی اف جی دی ازمانی عالی روزهای جمع فرات بخن من کنترل خا و چفدیریا وی بکن. روسیه آرادگینه افدی چفدیریا تفگیرین فروکین هفپیمان روزهای جمع فرات بکن و گفت آمریکا و هفپیمانی نافدولتی یا دژی دایشی خور که افدی هر فروکی که بکن آرمانج کل ازمانی هریمن بنکترل هزین روسیه دا بفره. داخلی خود وزارت بروانی روسیه بیشه که آمریکا دکاره بری تکبرنا هر فروکی که سوریه ما آگادار بکه. روسیه رو دو یخویا کرن که وان رکفتن الگل آمریکا یا درباره سوریه داشی روستان دیه.
حکومت استرالیا پشت دخینی روسیه که اوی برسیو هجیری شکل سردوچه من دسلات رژیم سوری دا بدن بهتری خود پیمانی نادولتی و دژی دایش بسرکتی آمریکای راوستان سیشمی 20 حزیرانی وزارت پاراستن استرالیا دخینی بلاف کرد و تید راگیان که با یک دمکی بهتری خود به پیمانی نو نتویل دژی دایش بسرکتی آمریکای راوستین هلوست حکومت استرالیا به براوستادن بهتری خود پیمانی نو نتوایی دا پشت دخینی روسیه که اوی برسیو هجیری شکل سردوچه بن دسلات رژیم سوری دا بدن هات تمندمی دا روسیه پشت خستن بالافری سوری هفکاری خالگل آمریکای درباره پاراستن ابلهی ازمانی دم اپراسیون دل سوری راوستاند. به دفعه سرکوبنه ترکیه ابراهیم گالن پرس کنفرانسی که دا اشکره کرد که هفکاری روسیه و ترکیه سر ارد سوریه بفرد به و دور ایدلیب دبه که سرباز روسیه و ترکیه جیب ببن. گالن دیار کرد که گریدای پیکالینا دورین که کرنا شر مکانیزم که بین روسیه ایران و ترکیه دا هاتیه آوا کرن و دوی چارچوبای ده هفدیدن هرگلید نابر روسیه و ترکیه دا دار کرده. دنجامی دا دبه که دور ایدلیب سرباز روسیه و ترکیه و دادور شامیجی هزین ایران و روسیه جیب ببن. گور پیشنیار روسیه دبه هن هزین کیرگیزان و قزاقیان جی سوریه جیب ببن. دا چارچوبای دا بشکردن ارکان دا افجید کارن رولک بلیسن. اف هلوست نویا ترکیه گریدای روسیه ولاتین کافکاسی گل خو دکاره چه هسته کل گل اپوزیسیون سوریه کل ایدلیب بجیبویه در بخپیش حتی نهاتیه راگیاندن. جگری وزیر کارین دروایی روسی اولکسی رومولوتوف راگیاند که باوری که مزن سروک داعش ابوبکر بغدادی دو اپراسیون ازمانی یا والاتی ویدا هاتیه کشتن. اولکسی رومولوتوف سپوتنیک را خبیا و دیار کریل گور وزارت بهره‌وری روسیه دنجام اپراسیون که هزین ازمانی جن روسیه رقای داویا مها گلان پیکانی بو باوری کشتن سروک داعش بغدادی گلکسی دیه هر وا سی رومولوتوف اشکره کر هفت دادن وی آگاهی بریاد چند چفکانیان پشت راست بکن. داخلی دهات بود دست نشان کردن کلگور آگاهی چفکانی جدا ابوبکر بغدادی جل جوینی که اپراسیون ازمانی دژی تکدارین داعش پیک هاتن آمده بود. Parlamentoy Federal ya Almanya Bundestag proje vekşino leşkerin Almanya'j barage azmani ya incirlik ya Türkiye kabul kar. Gori ve biryara Parlamentoy Almanya de leşkerin Almanya'j barage leşkeri ya incirlik varın derxistan ol barage leşkeri ya El Azraq ya valati Urduni varın cikaran. Biryara vekşandan hezin Almanya'j incirlik da buna Parlamentoy Almanya. Tecvino ya Parlamentoy Almanya da 506 parlamenter amede bubun. Ko 406 tek parlamentarın peşgiridan proje u denki erip karan و 85 parlamenter جی دنگی دانه بلگنامه. ارتش آلمانی چارچوبه هزین ناتو و هشت پیمانی نو دولتی یا دژی داعشی 206 سرباز 6 فروکین شارین جوری تورنادو فروکه که کشفی و فروکه که سوتمانی البرگه انجرلیکی بجی کریه. سر ریندن حکومت ترکیه پارلمانتار و برپرست آلمانی بو سردرنگرنا لشکرین وی ولاتی انجرلیکی نوبرا برلین و انقره دا کریز درکتیه. دارین هیجا اوابو وشان دنگو باسنه تکی شش چهار پرچین کردستانی کردن دیاسپورا هروا نوچین نونتوی جاره کردن دی سال سروی نوونیشان امی راستی هبین آمده کار و ریبرو دنگو باس نو یا رادیوری تزه بیلاس ترکیه حتی نی شمیاتی بمین دو خیر و خوشیده.